امروز قراره داستان فیلم با ژانرهای عاشقانه و درام و کمدی به نام عشق و دیگر داروها رو داشته باشیم. دوستان این ویدیو پر از اسپویله و اگر دوست ندارید اسپویل بشید برید فیلم رو نگاه کنید و بعد بیاید تا از اهمیت این فیلم با خبر بشید. سلام دوستان، چطورید؟ امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. همونطور که شاید تا اینجا ویدیو متوجه شده باشید این اولین ویدیو من در کانال است. پس اگر دوست دارید از اینجور موضوع براتون بذارم حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیو منو ببینید و یه لایک هم بزنید تا ویدیو هم دیده بشه. خیلی ممنونم. میریم سراغ ویدیو. عشق و دیگر داروها داستان عاشقانه‌ایه که در بستر چالش‌های شغلی و بیماری شکل گرفته. جیمی راند که با بازی جیک جیلهان یک فروشنده وسایل الکترونیکی در فروشندگی مهارت بالایی داره، ولی بعد از اینکه زن صاحب مغازه عاشق جیمی میشه با هم صحبت میکنن و اوضاع تغییر میکنه و صاحب مغازه متوجه خیانت زنش میشه و جیمی رو اخراج میکنه. بعد از اخراج شدن جیمی او وارد صنعت فروش دارو میشه و در تلاش تا در میان رقابت‌های شدید این حوزه موفق بشه. او برای وارد شدن به شرکت مخ رئیس شرکت رو میزنه و وارد شرکت میشه. او در صنعت داروسازی رقیبی به نام تدی داره. او برای فروش داروی خودش داروی رقیب رو برمیداره و داروی خودش رو داخل ویترین میذاره و داروی تدی رو میندازه داخل سطل آشغال. در همین حین یه دوره‌گرم هم متوجه این کار جیمی میشه و داروها رو برمی‌داره و داخل بازار آزاد میفروشه. جیمی متوجه میشه که برای پرفروش شدن داروهاش باید دکتر نایت رو راضی کنه تا اون داروهاش رو تجویز کنه و به هدفش هم میرسه و همچنین از دکتر نایت میخواد که خودش رو جای همکار خودش جا بزنه. اونها یه دختر به نام مگی با بازی آن هتاوه ویزیت میکنن که بیماری پارکینسون داره، بیماری که کم کم باعث اختلال عصبی میشه. مگی یه جوش روی سینه‌اش در اومده و به دکتر نشون میده. متاسفانه وقتی مگی میفهمه که جیمی دکتر نیست میخواد از او شکایت کنه. در همین حین جاش داداش کوچیک جیمی تو کار شکست خورده و زنش هم اونو از خونه انداخته بیرون. پس میاد تا پیش جیمی زندگی کنه. جیمی به مگی زنگ میزنه و میگه بابت دیدن سینه‌های مگی ازش عذرخواهی میکنه و میگه منحرف نیست و فقط میخواد داروش رو بفروشه و میتونه اون رو راضی کنه تا همدیگه رو ملاقات کنن. جیمی در کافه متوجه لرزش دست مگی میشه و به اون میگه هر وقت مرد خوشتی میبینی دستت میلرزه، که به مگی هم حوصله نداره و میگه اگر دوست داری شیطنت کنی بیا تا بریم نشونت بدم. و اون دو با هم صحبت میکنن. تری میفهمه داروش داخل بازار آزاد دارن به فروش میرسن و میاد به جیمی بیلاخ نشون میده. بعدش میره و به خانمای شرکت میگه که جیمی با یه زن دیگه تو رابطه و اونها هم از شرکت اخراجش میکنن. از اون طرف هم مگی میگه که با هر مردی که رفته تو رابطه مرد به خاطر بیماریشون رو ول کرده و مگی هم نمیخواد با کسی زیاد تو رابطه بمونه. از طرف دیگه هم نمیتونه به خاطر پیشرفت بیماریش حتی یک بسته رو هم باز کنه و جواب تماسای جیمی هم نمیده. اینو تو پرانتز بهتون بگم اگر دوست داشته باشین میتونم یه ویدیو نقد و بررسی بیماری پارکینسون و این فیلمو براتون بذارم اگر حمایت بشه. جیمی هم میره تا مگی رو پیدا کنه و وقتی مگی رو پیدا میکنه میبینه که محسنا رو داره به کانادا میبره و تا فردا صبح هم بر نمیگرده. جیمی تا صبح توی ماشین منتظر مگی میمونه. مگی هم که اینو میبینه که جیمی تو ماشین منتظرش بوده خوشحال میشه و اونا دوباره با هم تو رابطه میره. از اون طرف جیمی تو کاراش پیشرفت میکنه و از دکترا هم بهتر میشه. از اون طرف دیگه هم جیمی به مگی میگه که واقعا عاشق شده، ولی مگی میگه که تو فقط از رو ترحم بهم داری میگی تا بقیه بگن تو مرد خوبی هستی که با زن بیمار موندی. جیمی با مگی بحث میکنه و میره، ولی تا صدای گریه مگی رو میشنوه برمیگرده و اون رو در آغوش میگیره. جیمی مگی رو به یک سمینار تو شیکاگو میبره و
در اونجا با افرادی که دارای بیماری پارکینسون هستن آشنا میشه و به پیجر جیمی هم خبر میده تا بیاد آینده بیماری خودشو نشون بده. مگی بعد از دیدن اینها به زندگی بیشتر امیدوار میشه و بالاخره به جیمی میگه که عاشقشه. در همین پی جیمی میخواد روشی برای درمان بیماری مگی پیدا کنه، ولی متوجه میشن که راه درمانی نیست و مگی میخواد از جیمی جدا شه تا بیشتر اذیت نشه. جیمی که خیلی در شغلش موفق شده و برای موفق شدن بیشتر میخواد به شیکاگو بره، ولی در وسایلش فیلمی از مگی میبینه و خودشو به سرعت میرسونه و به دنبال مگی میره. مگی داره دوباره موسنا رو به کانادا میبره و جیمی به اتوبوس میرسه و مگی رو راضی میکنه تا با هم حرف بزنن. جیمی به مگی میگه من آدم درستی نبودم و بعد از آشنایی با تو عوض شدم و تو منو عوض کردی و حس عوض کردن به من دادی. خودم من نفهمیدم چی شد. و بعد از این دو با هم به خوبی و خوشی زندگی میکنن و جیمی هم به شیکاگو نمیره و منصرف میشه و زندگیشون کاملا عوض میشه. این بود از داستان عشق و دیگر داروها. خیلی خوب، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست داشتید میتونید کانال سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.